جواد باهنر رئیس دارالنشاء شورای عالی حرکت اسلامی افغانستان همراه ما هستند. جناب باهنر، آیا به نظر شما این اظهارات آقای حقانی به طور مشخص انتقاداتی هست متوجه قندهار و چگونه می‌بینید؟ تفسیر شما چه هست؟ سلام به شما و شنوندگان شما. بدون شک اختلافات وجود داره بین گروه قندهار و گروه حقانی و این اختلافات هم دو عامل داره. گرچه اینا در تهجرگرایی و برداشت‌های دینی هر دو یک گروه افراطی هستند، چنانه که ملا هیبت الله با فرمانهای برداشت خود تحت نام دین و شریعت فرمانهای عجیب و غریبی را صادر میکنه. همین روز هم حقانی در مصاحبه خود میگه ما نباید مردم از ارتداد نجات بدیم. مردم به طرف کفر و فساد رفته. در قرائت دینیشان وجه مشترک زیاد است، منتها او چیزی کامل ما دو عامل عمده که در اختلافات از اینا میبینیم. یکی عامل داخلی است که بحث همون تاریخی قوم دورانی و غلجایی است که اینا سر از اختلافات عمیق داره و در تاریخ هم اختلافات وجود داشته، در حاکمیت طالبایی به اوج خود رسیده. و مسئله دوم اختلافات سیاست خارجی از اینا و تماسهایش با کشورهای جهان که یک بخش حقانی خلا بستگی با جناح غرب نزدیک هستند و بخش هیبت الله با چین و روسیه و در کشورهای منطقه هم قسم امارات، ایران و قطر نقش داره. این اختلافات باعث اختلافات از میشه و این کشور هم به طرف یک بحران بسیار جدی میبره. اختلافات که بندیدگاه ما اگر هرچی عاجلتر و اینا به یک احزاب سیاسی، جریانهای سیاسی افغانستان، جامعه مدنی همه اجماع کنن که یک راه حل اصولی با زیر نظارت سازمان ملل متحد و کشورهای اسلامی، کنفرانس اسلامی با وجود به که از این بحران نجات پیدا کنه. جناب باهنر، اجازه بدید برگردیم به اظهارات آقای حقانی و به طور مشخص در خصوص انحصارگرایی دینی که صحبت کردن بحث داشته باشیم. عواقب چنین اقدامی توسط طالبان رو چگونه می‌بینید اگر در صورتی که این رو ما یک هشدار قلمداد کنیم؟ عواقبش بسیار خطرناک است، چون این هر دو گروه افراطی هستند و هر دو گروه با دندان مسلح هستند و بحث‌های منافع استخباراتی کشورهای جهان و منطقه هم حضور داره، چون این هر دو گروه افراطی است. و امروز میدانیم که با تحولی که در سوریه ایجاد شده و میدانیم که النصر سابق بیعت کرده بودند با طالبان و هیبت الله و این یک موجی اقتدارگرایانه را برای از اینا خلق میکنه. ما عواقب دو جریان بسیار خطرناک میبینم که منجر به یک جنگ های خونینی در افغانستان نشوه که آرزومندیم که چنین نشوه، ولی عواقب بسیار خطرناکی در پیش روی است و اختلاف. جناب باهنر، به طور مشخص در خصوص انحصارگرایی دینی قندهار اگر برای ما بگید، آیا شما بر این باور هستید عواقب این انحصارگرایی دینی کوتاه بهش بپردازید که چگونه خواهد بود؟ طبیعی است که آن چیزی که اینا به عنوان امیرالمومنین و فرد بلا قید و شرطی که امر خدا و پیغمبر میدانه، این برداشت جامعه را به طرف نافرمانی ها میکشانه. امروز در تمام مذاهب اجتهاد است، اجماع علماست، اینا هیچ چیزی نداره. یک فرد بر نظرش نظر خدا و قرآن در جامعه باشه و این تصادم خلق میکنه. حتی امروز 90% مردم افغانستان از این فرمان ها ناراضی است. در خود گروه طالبان هم هر روز بیشتر شده میره این نافرمانی. بسیار متشکرم از حضورتون در برنامه جناب آقای جواد